در این ویدیو میریم تا بعد از 2 روز کمپ و حسابی خیس و خسته شدن یک شب رو در یک اقامتگاه رنگی در دل کوهستان بمونیم، یک کله پاچه اساسی بزنیم و بریم به سمت دریاچه بی‌نظیر سیاهگاو. این دریاچه بیشتر شبیه یک آکواریوم بزرگ میمونه، بسیار شفاف و تمیز و یک آبی بی نهایت زیبا. این ویدیو رو با ما همراه باشید. به چه هوایی، چه جای قشنگی. به از جایی که 2 روز دو شب کم زدیم خودمون رو آشولاش کردیم، منتظریم یه اقامتگاهی جواب بده امروز شب و بریم یه اقامتگاهی یه ذره فرش بشیم، باز فردا پس فردا باز دوباره برگردیم به زندگی لاکچری خودمون. به اینجا رو ببینید چه مهی شده. یه اقامتگاه پیدا کردیم، منتظر شدیم صاحبش بیاد. فکر کنم تعطیل بود یا فعلا فعالیتشو هنوز برای سال نوروز شروع نکرده، ولی جاش خیلی جالبه. حالا بریم داخل اتاقاش هم ببینیم. تو از اینجا میتونیم بریم بالا. خودشون میگیم ماشینشون رو گذاشتن. جای خیلی قشنگه، روی حالت تپه مانندی داره. خونام کانکسیون، 3 تا اتاق کانکسیون اینطوری خوشگله. برو چششو گرفت از دور این رنگا. سلام، حال شما خوبه؟ خوب هستی؟ مرسی، متشکرم. آها خیلی هم عالی، خیلی عالی. به طراح گرافیستم. به پس هم رشته با هم دیگه. خیلی عالی. پشت‌نویسی هم کار می‌کنیم. خیلی عالی، خیلی عالی. خوشم از طبیعت اومدید. به بسیار عالی. همچین ویوی داره، خیلی جای قشنگ و بله اینم خیلی عالی. زنده باشید. شما ببخشید فامیلی شما عزیزپور. آقای عزیزپور. آقا عزیز به یخچال نیازی نداریم، نمیخواد روشن کنی. گلی شد دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. به درود بر شما، درود بر شما. رفتیم دوش گرفتیم، تمیز شدیم، خرید کردیم، غذا پختیم و بعد الانم به سلامتی مهی که پشت داره. واقعا یه چای بهار نارنج فراغتی دیگه همه چی داره. دارچین به خستگی میگیره. آره واقعا نیاز داشتیم به این اقامتگاه. لپتاپش که روی زمینه و منم با سرفیسم رفتیم سراغ سازامو. برای اون دسته از کسایی که میگن شما توی سفر بیکار میشید چیکار میکنید؟ واقعا البته قبلا با موتور نمیتونستیم، الان از محبت داشتن ماشینه. واقعا سلام به یک روز خوش آفتابی. به بعد از روز بارونی که حسابی آدمو کلافه میکنه. به سلام کوری جون. همچین صبح خوشگلی و به یه پرنده‌ای هستن مرغ مینو، خیلی خوشگلن، یهویی میان از این جلو رد میشن و این هم عاقبت یک روز بارون خوردن و اینکه داریم خیس شده بود. اینم اگه اینجوری خوش نشه یه بوی بدی میگیره توی کاورش، اصلا قابل تحمل نیست. آره دیگه، نه داریم
خشک میکنیم جلو آفتاب. شانس آوردیم که آفتاب شد و بارون بن اومد که بتونیم اینا رو خشک کنیم. چی کارمون کرد بارونا؟ بریم که یک جای خفن میخوایم بریم، فکر کنم آب بازی توش باشه. فکر کنید از بهار وارد میشی، بعد زمستون میشه، بارون میاد، پاییز میشه، بعد میری تو آب شنا میکنی، تابستون میشه. بذاری بهتون نشون بدم، هم حلیم داره، هم کله پاچه داره، هم فلافل داره، هم پیتزا داره، هم همبرگر داره. خیلی تمیز و مرتبه. وای دست خوش. یه دونه عالی. اونا که تو تهران به ما میدن کله پاچه سوء تفاهمه. این بهش میگن کله پاچه. عالیه، عالی. دست شما درد نکنه. دست خوش. به 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 به. من دیگه کنار کشیدم، میدون رو دادم به 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 به. انا بریزم برات تا خنک شه. عزیزم سوراخ نکنی، سینی رو بندازی گرم. خب بیایید با اینا میخوام که در آینده چه اتفاقاتی میفته. کی تاله رو میخواد ببینه. به فاکر چه داستانی داره این؟ نه کلا قدیما دیدی تو فیلم ها با اینا فالگیری میکردن با اینا، بعد روش یه نوشته‌ای می‌نوشتن. راست میگه، یه چیزایی انگار دیدم. از جایی که ماشین رو پارک میکنیم تا جایی که دریاچه هست راه زیادی نیست. مسیرش هم سنگ فرش شده. یه دریاچه که خیلی کوچولوه، دریاچه اولیه که اینه، بین این نیزارها پنهانه ولی تو هلیشات میتونید ببینید. و دریاچه اصلی که بزرگتره و خیلی خفنه سر راهمونه. این دریاچه 1000 سال قدمت داره و به ظاهر دریاچه خیلی کوچولویی اما عمقش خیلی زیاده. این دریاچه جاهای عمقش به 12 متر میرسه و از تصویر هوایی که دیده میشه قسمتش که خیلی عمیق سیاهه و یه حالت یه لکه است. به یه روایت میگن که برای هم اسمشو گذاشتن سیاه گاو، به خاطر که اون لکه ها مثل لکه های تن گاو مثلا سیاهه. و این شما و این دریاچه زیبای سیاه‌گاو. به به خیلی قشنگ. چه رنگی، وای من. آکواریومه. خوندم در موردش که تا عمق 7 مترشو میشه به وضوح دید. اینقدر که تمیز و شفافه این دریاچه. خیلی زیباست. باید حتما هلیشا زد، اینجوری هیچی دیده نمیشه. خوبیش اینه که اول صبح و هنوز هیچ کسی نیومده و خلوته. و اینکه من یه مسیر رو انتخاب کردم برای شنا از این بغل. یعنی یه بار من صبح بیدار شدم ساعت 6 اومدم اینجا رو مسیر یابی کردم. یک مسیر اینطوری سنگیه، اینجوری بله. و این هم میریم پایین. متاسفانه دور برشی خورده کم، ولی کتفه کم. ببینید چقدر زلاله. این دریاچه اینقدر شفافه که لحظه که شیجه زدم داخل آب از وحشت کپ کردم.
اونقدر شفاف بود که تا انتهاش دیده میشد و یه لحظه فکر کردم که امکان داره بیفتم کف آب. واقعا تجربه عجیبی بود. به نظر من واقعا زندگی همون لحظه هاییه که از نفسات از ذوق به تپش میفته و چشات برق میزنه. فکر کنم فقط همون لحظه هاست که ما زندگی میکنیم، بقیهش دیگه واقعا فقط زنده بودنه، زندگی نیست. خیلی خوب بود. برم بپوشم. واقعا هوا هم حتی سرد نیستش، هوا خیلی معتدل خوبه. بپوشم سریعتر، هنوز کسی نیومده فعلا. خب باید خیلی با احتیاط برم چون پا برهنم. به 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 به، دریاچه زیبا. مرسی که من نبلعیدی. یعنی هیچ وقت واقعا مشورت محلی ها رو ملاک قرار ندیم. واقعا یه چیزایی میگن شاخدار، گفت آب سنگینه شما رو میکشه پایین. وای اصلا گفتم خدای چطور ممکنه؟ مثلا نصف شب ساعت 2 خواستم سرچ کنم ببینم این دریاچه تا حالا کسی رو بلعیده پایین. آقا شنا بلد نیستن، اون لبشو میبینن که پاشون میرسه، فکر میکنن تا تهش همینه، بعد یکم دست بام میزنن، آب از زیر پاشون، زمین زیر پاشون خالی میشه، غرق میشن. حالا گاهن که یکی هست نجاتشون بده، ولی این دلیل اونه. آب هیچ وقت اونقدر سنگین نمیشه که آدمو بکشه پایین، یعنی کسیش بلد باشه و نتونه. حالا مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. یادتون باشه لایک و کامنت های شما باعث میشه ویدیوهای ما بیشتر دیده بشن. اگر مایل هستید میتونید با پرداخت مبلغ دلخواهتون از طریق لینک زرین پال در داخل ایران و یا لینک پرداخت کریپتو در خارج از ایران از ما حمایت کنید. ممنونیم از همه شما. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.